الو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آزاد شدین تینجه؟ الحمدلله. شما نوار رفته شده است لبه جون. در یوتیوب نوار رفته شده است. شما اوگاه هستید لبه جون؟ بله بله حضرت. برای میخواستیم یک سوال داشتیم. مرحبا. درباره حقوق پدر و مادر برای فرزند امروز میبینیم بسیاری بچه‌ها مثلا پدران ناحرمتی میشوند، مادران ناحرمتی میشوند. در این باره روشنی میانداختیم حضرت. خیر برکت. سلامت باشید. حتما. خب سلامت باشید. موفق باشید. خب. برادر عزیز، ما تصمیم گرفتیم که اول تربیت فرزند صحبت کنیم. فعلا موضوع ما تربیت فرزند است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی که فرزند رو که تربیت کردی، ناگزیر ناعلاج اون فرزند پدر و مادر رو احترام میکنه. چرا فرزندو پدر و مادر رو احترام نمیکنن؟ به خاطر اینکه تربیت ندارن، تربیت نکردن. اما پدر و مادر تربیت نکرد، امروز حضور دیده ایستاده است. حالا گفتم که حتی که هنگام شیر دادن باید که با بسم الله و با الحمدلله و با شکرانه. فرزند نعمت نیست. بعضی‌ها در ناخون فرزند زور هستند. با هیچ صورتی باید که فرزند تحقیر رو که فرزند رو یعنی دعای بد نکند. باید نه پدر نه مادر. همیشه باید دعای نیک. حتی اگر بدم باشد باید بگید پروردگارا شکرانه داره همین فرزندی نافرمان نالایی پروردگارا هدایتش کنه. الله بجا. الله. السلام علیکم. علیکم السلام. پخش مستقیم است؟ بله. سلامت باشین سوز. ما با شما میفخریم. یک پیشنهاد داشتم سوز جان اگر امکانیت باشه درباره تربیت فرزند است. میخواستم که یک نکته را اشاره کنم که امروز مثلا بسیاری از جوانای ما مثلا به گروه های اکستریمیست یا تروریست دیگر گروه های افراطی شامل میشوند. سببش نادانی جوانها است. فراهم بسازیم طرز شرایطی با اخلاق شدن فرزند دارد، طرز درست فهمیدن مذهب و آیین و فرهنگ ملی مونه. فکر میکنم که دیگر جوان وقت 18 شد دیگر یکم سمت دیگر هم مثلا فکر میکنم قبول نمیکنه. سلامت باشید سوجان. خیر برکت. موفق باشید. خب. حالا مثلا هنگام شیر دادن از این شروع می شود. یعنی کار از اونجا شروع می شود. هنگام شیر دادن باید که چیز یعنی انسان خصوصا مادر باید با بسم الله با آرامی یعنی فرزند رو شیر تا اینکه چیز نشود، فرزند تأثیری بد نگیرد. تأثیری بد نگیرد. تا 7 سالگی یعنی چی؟ هیچ وقت دعای بد باید فرزند دعای بد نکند. پدر و مادر در هیچ صورت در هیچ وقت در هیچ یعنی عصبانی شدن یا که حالتهای وزین. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ساکن شهر دوشنبه ناحیه فیض‌آباد. گوش میکنم. مثلا همین ایراد کردن نوع فرزند در کدام قرار میکنه؟ جان سوالتون نفهم اصلا همین ایراد کردن نوع فرزند در کدام قرار میکنه؟ نام فرزند چیست؟ ایواز کردن. ایواز کردن نام فرزند. سلامت باشید. خدا خیر برکت. سلامت باشید. موفق باشید. ایواز کردن نام فرزند در حالتی که خیلی نام بد باشد که معنای بدی داشته باشد. حالا جاروب و نمیدونم که تور و تیشه و خب باید یک نامی خوبی کنید. نام باید چیزی نباید باشد. نام باید مضمون داشته باشد، معنا داشته باشد. پیامبر علیه السلام میگه که هر نامی برای صاحبش برکتی میارد. هر نامی برای صاحبش برکتی میارد. حتی باید که نامی که مضمون و معنا و محتوای خود داشته باشد باید نامگذاری شود. الله بی. الله بی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من همین صحبت شما بسیار گوش میکنم. خب. یک سوال داشتم. جان. ما بعضی زنکو خطی میشنیم بسیار بچه‌شون دوی بد میکنم. همین دوی بد کردن در حق فرزند چی پیمی دارد که
میشه به جا میداده. سلامت باشید. حتما موفق باشید. رحمت. خدا خیر برکت بیاد. موفق باشید. یعنی دشنام دادن، حالا ما گفتیم که از شیردهی تا کلان شدن تا جوان مرد شدن فرزند هیچ قصی میشود، گناهگار میشود. همون مادر سبب بدبخت شوی فرزندش میشود که این معصیت گناه عظیم است. لبجون. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو. لبجون گوش میکنم. السلام علیکم. علیکم السلام. اوسون آماده شده سوال بگید. ببخشید یک سوال داشتیم. سوال که لبجون فرزندان مثلا من کم دوستان شده میکنن ناقابل و گفتی پدر و مادر رو نمیگیرن و همه خیلی و این بسیار مشکل شده. اما در باره این فرزندان تمام. سوال رسید. سوالتون آشکار و روشن است. جواب میگیرم ان شاء الله. ما خیر برکت بیاد. موفق باشید. خب یعنی نالایق شدنی فرزند سببش چی هست؟ سببش این همه شبکه‌ها و تلسریال فرهنگ بیگانه، غلبه فرهنگ بیگانه. باید جوانان فرزندان رو باید احتیاط کنیم. یعنی اونو در یک حالت خیلی در یک حالت خطر قرار دارن. باید که پدر و مادر شب و روز 24 ساعت باید که بالای فرزندش جان جگرش رو بالای فرزندش بگذارد تا اینکه فرزند رو کامیاب کند، چرا که ما در عصری خطر زندگی داریم. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. استاد عزیز شما خوب هستید؟ الحمدلله فضل خدا. سلامت باشید. بخیر برکت. لبه جان. استاد جان همین در جامعه امروزات بسیاری از شهروندان را میبینیم که نسبت به خواندن دخترها ممانعت ایجاد میکنند. در مورد همین از دیدگاه شریعت برای ما میگفتیم. سلامت باشید. بخیر برکت. فهم است. سوال فهم است. تمام. مایلش. خب درباره خواندن دخترها، یعنی دین مبین اسلام پیامبر علیه السلام در حدیث مبارک صحیح که حدیث رو هم امام بخاری هم امام مسلم یعنی روایت کردگی هستند، میگوید که طلب علم فریضه علی کل مسلم. امام مسلم میگوید و مسلمتین، یعنی طلب کردن این فرض است بر هر مردی مسلمان و زن مسلمان. لبه جون. الو. السلام علیکم. علیکم السلام. من از استرامشان از حضرت مفتی بابا سوال داشتم. خدا خیر برکت بیاد. گوش میکنم. شما در پخش مستقیم هستید. گوش میکنم. مرحمت. الو. سلام علیکم. علیکم السلام. مفتی بابا سلام علیکم. من از استرامشان میشم. بس ما یک سوال داشتم. مرحمت. در حق درباره همین چیز فرزندا، تربیت فرزندا کمتر گفته میگذاشتید که فرزندا بسیار از همین بدنامشکن و همین خیلی چی شدگی پدر و مادرها بسیار همین چیز چی میکنن از ما طلب میکنن. تمام. انشالله. حتما انشالله. سلامت باشید. موفق باشید. خب یعنی طلب کردن این فرض است بر هر چیز، بر هر فرد مسلمان، چی مرد باشد چی زن، خصوصا اگر مادر یعنی با تربیه، با علم، با معرفت باشد، حالا اون همه فرزندان رو تربیه میکنه. یعنی تجربه حیات اثبات کردگی است که مادری دانشمند، مادری با معرفت، مادری با علم، مادری با عفت، برای اون تربیت کردن فرزند خیلی آسان و با آسانی مادر فرزندان رو تربیت کرده میتواند. برای همین در عربی یک حکمت است، میگوید اگر 100 بار پدر فرزند رو یک سخن بگوید و 1 بار مادر، این 100 گفته پدر و 1 گفته مادر برابر است. برای چی؟ بخاطر که این مادر حالا 9 ماه نمیدونم که 9 هفته و 9 روز معلوم است در بطن همون مادر است.
ولی 2 سال 2.5 سال دیگر باز در آغوش شروع می‌گیرد. همون تاثیر دارد، طبیعتاً تاثیر دارد. ولی این مادر یعنی تعلیم کرده با ادب و با اخلاق باشد بهترین فرزند و جامعه پیشکش میکند. الو لبیک. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. الو. لبیک جون گوش میکنم، گپ زنید. از اشتباه زنگ میزنیم، یک سوال داشتیم. مرحمت. پدر در تربیه فرزند چه نقش دارد؟ پدر در تربیه فرزند چی نقش دارد؟ تمام. سلامت باشید، خیلی خیر برکت دید. پاسخ میگیرید شد. مادری تعلیم دیده باشد فرزندان رو تعلیم میدهد، برای پدرم آسان میشود. ولی اگر پدر اکثرا میبینید که اکثرا در خانه نیستند، ولی شخصیت شدن فرزند، ولی گفتیم تا 7 ساله و تا 14 ساله، از 7 سالگی یک نمودی مخصوصی تربیه است، از 7 ساله تا 14 سالگی یک نمودی مخصوصی تربیه هست. هر انسانی هر چی که میشود نمیشود تا 14 سالگی میشود. باید فرزند رو چنان تربیت کنید که در 14 سالگی علاقه شخصیت کامل باشد، شخصیت عالم باید باشد، دانشمند باید باشد، فرزند تربیت کرده باید باشد. حتی بعضی دانشمندان اسلام میگن که از 2 سالگی تا 6 سالگی شخصیت اون انسان از همین جا منشأ و یعنی شکل میگیرد. از 2 سالگی تا 6 سالگی میگن که علاقه شخصیت انسان در همین جا کامل میشود. اما دانشمند شدنش تا 14 سالگی رو میشود. اگر پدر و مادر محنت و زحمت بکشند، یعنی پدر و مادر تربیت کنند، با یک بار گفتن با 2 بار گفتن نمی شود. با خیلی که فرزند کامیاب شود، پدر و مادر خونی جگر میخورد که بعد اون فرزند کامیاب شود و باید هم چنین باشد. الله بجون. سلام علیکم. علیکم السلام. استاد یک سوال داشتیم. مرحمت. درباره مسئولیت مادر دین مبین اسلام چی توصیه میدهد؟ تمام. سلامت باشید، خیر برکت. خب مادر در تربیت فرزند رول اساسی رو بازی میکنه. شخصیت مهم و اساسی و یعنی کلیدی هست در تربیت فرزند. مادر و از قدیم فرزند رو نمیگفتن که پسر کی هست. از قدیم فرزند رو میگفتن که تقوایت کی هست. به خاطری که طرف مادری و خصوصا مادر یعنی چی داره؟ تأثیر دارد. نمیگفتن فرزند پسر کی هستی، نمیگفتن که جیانی کی هستی یا خواهرزاده کی هستی، یعنی اصطلاحات گوناگون. جیانی کی هستی یا خواهرزاده کی هستی، یعنی تقویش میپرسیدن که تقویت کی هست. به خاطر چی؟ به خاطر که مادر در تربیت فرزند رول اساسی و شخصیتی کلیدی هست. چرا بعضی فرزندها با پدر دشمنی جان میشوند؟ چرا با پدر دشمنی جان پدر هست؟ وقتی که اون مادر در گوش این فرزند میخوند پدری تو اینو، عمکی تو اینو، عمکویت تو اینو، عمک بچه هایت چنین و چنان. گپی مادر تأثیر دارد. گپی ناسزای ناجای مادر فرزند رو دشمن جان پدر میکنه. و عکس این رو بگیرید اگر الو. لبه جون. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. و دوباره یک سوال داشتم. لبه جون. تربیت فرزند از چند سال میباشد؟ همین سوال جواب بدید. سلامت باشید. سلامت باشید. ما از اولی نوار گفتیم که تربیت فرزند پیش از مادرش اختیار کردن. از شب اول همه رو فراموش نکنند. دویا شب عروس یک خدا رو هم فراموش و همه رو هم فراموش شده. نه، طهارت رکعت نماز با همسر و دعا پروردگار در همین زندگی ما رو کامیاب کن، فرزندانی نیک بده. او تربیت فرزند از روز اولی پیش از همخوابگی با همسر با عروس شروع می شود. از اونجا تربیت فرزند شروع می شود، یا قبل از نکاح شروع می شود که پروردگار رو من ازدواج میکنم. ما در نواری گذشته یا که در صحبت گذشته ما با تفصیل این رو گفته بودیم. قبل از اون که خواستم قبول میکنم یا که
تن نفسم بخشیدم، پروردگار رو من ازدواج شوهر میکنم، چند فرزندی نیکی برایم عطا کن. خانه اش که آمد، شب عروس هم اگه طهارت کنند، رکعت نماز بگذارند، بشینند، یعنی خوب است که اگر نماز رو بخونند، خب بعد نماز دعای کنند، زندگیشون با برکت شود، تو اینکه زندگی با مصلحت شروع شود. یعنی این دعا معنای چی رو دارد؟ شب اول هست، یعنی شب عروس نماز هم میخونن، دعا هم میکنن، یک زندگی با مصلحت شروع شدن است و طلب فرزندانی نیک کردن است و کامیاب شدن در تربیت فرزند است و این از اینجا شروع میشه. حالا گفتیم که مادر باید هنگام چیکار کند، چی بگوید، چی کند. الله بجون. الله بجون. سلام علیکم. علیکم السلام. که دونو سوال داشتیم. مرحبا. همین سوال اینه که همین میگه عدالت و برابری بین فرزندان باید باشه. همین التماس می‌کنیم که همین برابری چگونه باید باشه؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت. سلامت باشید. خیلی سوالی مهم است، خوب است. حالا همین فرزندان دشمنی همدیگر میشن از روی نوعدالتی، به یکیش زیادتر به یکیش کمتر اهمیت میدی. نه، فرزند همش یک خیلی دوست میداری، فرزند همش یک خیلی صرف میکنی، لیکن وابسته به قابلیت ذهنی فرزند کدومش کدوم کار رو، کدوم تخصص رو انتخاب میکنه. بعضی تخصصایی هست که صرف و خرج زیاد طلب میکنه، مشکلی نیست، این بی‌عدالتی نیست. بعضیش تخصصی رو انتخاب میکند که صرف و خرج کم دارد، در اینجا صرف و خرج کم کند، صرف و خرج زیاد کند، این بی‌عدالتی نیست. چرا؟ به خاطری که موافقی طلباتی همون دو فرزند است، اینش ارزانتر طلب میکند، اونش گرانتر. حالا فرض کردیم طبیب شدنی باشد، خب دیگر از خردسالی باید که اون رو آماده کند، موادهای مخصوص گرانی یا که دیگر یعنی خریداری کنند. حالا اون قیمتر تمام میشود، یا اینکه هر چیزی که باشد، هر تخصصی که باشد، وابسته به قابلیت ذهنی و یعنی درک و فهمی فرزند باید که انسان، لیکن در همه صورت ما در تقسیم شریعت اسلامی برابر میگیرد، اما در حیات بدن پدر باید که پدر بین فرزندان عدالت کند. چرا که نفر پیش پیامبر علیه السلام فرزندش را آورد و گفت که میخوام باغ فلانی باغم رو به همین فرزندم توفیق کنم. لبی جون گوش میکنم. لبی جون. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سوال داشتیم. همین عائله در دین مبین اسلام چه اهمیت دارد؟ عائله؟ بله. سلامت باشید. بخیر برکت. یعنی پیش پیامبر علیه السلام آمدن گفتن که فلان باغم رو میخوام به این فرزندم تحفه کنم. گفتن دیگر فرزند دارید؟ گفت که ها چند تا دارم. گفت من رو در ظلم شاهد نگیر، این ظلمی آشکار است. و یک فرزند در یک باغ کلان رو بدید، دیگر رو از همه چیز محروم کردن، این بی‌عدالتی است، این ظلم است نسبت، یعنی همین فرزندان رو دشمنی هم جانی هم دیگر میکنید. یعنی بی‌عدالتی، فرزندان یک پدر یک مادر رو دشمن جانی هم دیگر میکنن. برای همین باید که بین فرزندان همیشه باید عدالت باشد. اما قابلیت ذهنی فرزندان به نظر گرفته می شود موافق شریعت و صرف و خرجی که برای یعنی تخصصی رو که انتخاب کردگی است، موافق تخصصش صرف و خرج موافق شریعت برایش یعنی امکانیت میدهد. درست است که برای یکیش زیادتر صرف کند، برای یکیش کمتر، مشکلی نیست. اما با یکیش خونه خب دیگر خیلی واهمه دبدبانک و با یکیش هیچ چیز، یعنی اینا دشمنی هم دیگر میشن. حتی در دوست داشتن بین فرزندان، وقتی یک فرزند بوسه کردی فرزند دیگر رو هم بوسه کن، یک فرزند رو دوستداری کردی فرزند دیگر رو هم دوستداری کن. در پیش همدیگرش یکیش رو زیادتر دوستداری کردن، دیگرش رو دوستداری نکردن، اون فرزند چی میشود؟ مایوس میشود، میشکند، قابلیتش از بین میرود. یا سرزنش زیاد کردن فرزند حرام از موافق شریعت. چرا که اون فرزند رو شما میشکنید، اون فرزند مایوس میشود، اون فرزند ناکام میشود. برای همین هیچ وقت باید که سرزنش زیاد یا از حد زیادی سرزنش باید نشود. فرزند دل برداری شود. فرزندم تو یعنی
طبیب میشوی، تو دانشمند میشوی، تو دکتر میشوی، تو پروفسور میشوی، تو نابغه میشوی، تو عالم میشوی. با این دلبرداری ها فرزندان رو تربیت کرده و به مقصد یعنی کمیاب کردن است. حالا چیست؟ تو 7 سالگی و 14 سالگی زیادتر بچه امروز چقدر خوندی؟ چند صفحه خوندی؟ چند کتاب خوندی؟ فرزند رو ببر کتابخانه، ببر دل خواه کتابش رو بخره، دل خواه کتابش، نگو که کتاب نخر. هر کی بگو بچه‌م اختیارات، کدوم کتابی که میخری اختیارات برای بگیر، پرداخت میکنم. تمام. وقتی که کتاب رو انتخاب کرد، حداقل در 3 ماه، در 1 ماه یک بار کتابخانه کتاب فروشی برده ببینن اونجا دانشمند، یعنی دانشجویان، پروفسوران، علما، دانشمندان نشستن کتاب ورق صحیفه میزنن، ببینن و آموزن. یک چند کتاب دیگر خودت هم اگر که حوصله خوندن هم نداری در پیشت بگذار که خونده ایستاده، تا اینکه اون فرزند ذوقمند کتاب شود. فرزندان رو مطالعه زیاد کنن، چی پسر چی دختر، کتابای موافق با خودشون، یعنی بد اخلاقی مدامی که بد اخلاقی نیست، هر کتابی رو که میخرد فرزند رو من نکنید خریده بدهید. در کتاب خریدن هرگز مبلغ رو دریغ ندارید. اگر میخواید فرزندان رو کامیاب کنید تا اینکه وقتی که پیر شدید و برجا مونده شدید و نیاز به اون عصای چوبین شده، چند فرزند جوانمردی تربیت کرده، تربیت یافته دانشمند باشد که بالای چشم دیده بردارد. این وابسته از خیلی پدر و مادر است. حالا از 14 سالگی تا 21 سالگی چی؟ از این سن سال خطرناک است که رفیقای بد اینا رو با راههای بد و به بدبختی و به ناکامی و به گروه‌های افراطی و به گروه‌های یعنی به گروه‌های بدخو جلب میکنن که این تو 21 سالگی در تمام این مسئله باید که مصلحت یعنی با فرزند مصلحت کنی. بچه‌م اگر حتی لبه. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. گذاشتن نام پدر و مادر کدامش حق دارد زیادتر؟ در گذاشتن نام یعنی پدر یا مادر کدام حقی زیادتر دارند برای فرزند؟ نامگذاری فرزند. سلامت باشید، خدا خیر برکت دید. سلامت باشید، موفق باشید، خدا خیر پولش دید. حالا در تمام کار باید مصلحت فرزند رو بگیری. فرض کردیم در حوالی زندگی میکنیم، بچه‌م همین درخت اگر اینجا بشنونیم فکرت چی هست؟ شرط نیست که گفته اون کودک رو بگیری یا که 14 15 16 18 19 20 ساله، لیکن مصلحتش رو بگیر. برای چی؟ برای که اون خود رو همچون شخصیت حس کند که من شخصیت هستم، فکر دارم، فکری من در این خانه گرفته می شود، من یعنی عضوی این خانه هستم و یعنی خود رو همچون شخصیت، همچون یعنی مسئول حس کند، همچون مشاور. وقتی که این 3 مرحله تو 7 سالگی، تو 14 سالگی، تو 21 سالگی با این روش معین که من فرصت نشده با این زنگای تلفن که به تفصیل این 3 مرحله رو به تفصیل بگویم، بعد 21 سالگی همچون شاگرد، همچون فرزند، همچون شاگرد و همچون مشاور و مصلحتچی تو آخری عمر دیگه برای اون هیچ خطری نیست. تو آخری عمر اون فرزند همچون فرزند، همچون شاگرد، همچون مصلحتچی و مشاور تا آخری عمر بالای چشم دیده میبردارد. هیچ خطری دیگر از اون فرزند نیست مادامی که این تربیه رو کنید. اما اگر فرزند رو که تربیه نکردید، تمام آزار و ضرر و زیان و خطر رو انتظار شوید. می شود که پدر و مادرم خون جگر میخورد برای تربیه فرزندش، لیکن محیط، رفیقای بد یعنی فرزند رو نالایق و ناباب میکنن، یا شبکه‌های اجتماعی یا تلویزیون ها. متاسفانه حالا یعنی هجومی فرهنگ بیگانه با فرهنگ شرقیانه یا با فرهنگ مسلمان هجوم شده ایستاده است که در عصر خطر ما قرار داریم. چند هزار جوانای ما رو برای همین شبکه‌های اجتماعی به گجاها نبردن که دنیا و آخرتشون رو برباد دادن. کجا رفتن؟ مسلمان کشی رفتن. نه نام و نشان،
نه دنیا نه آخرت، همه رو بربود دادن. کی در غم تر است؟ مادر بیچاره. تا مردن این مادر بیچاره فکری اون فرزندی گمنامش رو، بیدرکش رو ناله میکند و میگرید و میسوزد. کی؟ همین مادر. برای این که حالا با این گروه های افراطی، با این خطرها یا مواد مخدر، متاسفانه بعضی از جوانای ما یعنی معتاد به مواد مخدر میشوند که دیگه نه پروای پدر دارن نه پروای مادر دارن. حاضر است که برد مادرش رو بفروشد، از همون زهر قاتل چیزی بخرد و استفاده کند، از همون مواد حرام خریداری کند و یعنی چیکار کند؟ کیف کند. و گفتی خداش کیف در همون است، راحت در همون راحت نیست، عذاب است. عذاب است. چرا عذاب است؟ به خاطر اینکه زندگی شأن و شرفش، آبرویش، عزتش، برکتش، آخرتش، همه‌اش را از دست می‌دهد. برای اهل و خانواده، نه برای محیط، نه برای برادران، نه برای گرد اطرافیان، دیگر هیچ قدر قیمتش نمی‌ماند. معتاد به همون مواد مخدر است، معتاد به همون بنگ و نمیدونم که چرس و چی بلا و چی بتری که با نوای زیادش پیدا شده است، تبلیتگاه مخصوصی که با یعنی زهر قاتل خدا نشان ندهد. یعنی همه این خطر، این اصل ما و شما از همه این خطرها باید فرزندان رو تربیت کنیم. حالا سوال اخیر بود که نامگذاری در عائله همیشه باید همه کار در مصلحت باید باشد. این معنی را ندارد که حالا دیگر مادر حقوق نداشته باشد. خب دیگر باید که در موافقه و در مصلحت نامگذاری فرزندان، البته موافق شریعت اسلامی، پدر یعنی رهبر است، لیکن مادر مشاور و مصلحت چی هست؟ یا به اصطلاح دیگر بگیم پدر شاه هست، لیکن مادر بگیم سروزیر هست. همه باید با مصلحت، با مشورت، نشود که پدر یک نام ماند مادر یک نام و دیگر همین سبب کدرت و سبب ناجوری و ناسازی بین یعنی زن و شوهر و بین فرزندان شود. نه، شریعت اسلام چنین نمیگه. شریعت اسلامی میگه که همه چیز درست که مرد در خانه حاکم است، یعنی مرد رئیس است، و خاطری که حالا در تربیت فرزندان کامیاب شود حتمی باید مصلحت و مشورتش با مادر باشد. چرا که من گفتم وقتی که مصلحت و مشورت با مادر نباشد، اون مادر فرزندت رو دشمنی جانت میکند. خیلی مسئله جدی هست، خیلی مسئله جدی هست. برای این باید همیشه در مصلحت باید باشد. هیچ وقت باید یک روی، تندروی، تندگویی، معامله بد در عائله باید نباشد. موافقی گفته‌های خدا و رسول خدا که ما در موضوع اول نوارش هست، شما میتوانید مراجعه کنید و تماشا کنید. یعنی زندگی زن و شوهری در اسلام از روی مهر، محبت و رحم، شفقت و احترام همدیگر است که با تفصیل فکر میکنم که من صحبت داشتم در پخش مستقیم. شما میتوانید از اون استفاده کنید. لیکن نامگذاری با مصلحت و مادر هم باید که شوهرش، یعنی زن باید شوهرش رو احترام کند و شوهر هم باید که به همسرش، به زنش یعنی مشورت و مصلحت کند. در موافقه نامگذاری باید شود. و فکر میکنم که این مهلتی که ما داشتیم به پایان میرسد و متاسفانه خب دیگر به قدر امکان هر چیزی که در ذهنم آمد گفتم و خداوند عزوجل همیشه کامیاب و موفق کند و شما و امت اسلامی و تمام انسان ها رو در تربیت فرزند کامیاب کند. بینندگان عزیز و گرامی، در اخیران من یک نکته بگویم. اگر هر انسانی یا هر پدری اگر ثروتمندترین انسانی روی دنیا باشد لیکن فرزندی تربیت کرده نداشته باشد، ناکامترین انسانی روی دنیا هست. برای همین در تربیت فرزند هیچ چیز رو دریغ ندارید. فرزندان رو تربیت کنید تا اینکه در پیری و برجاماندگی بالای چشم دیده و فرزنده باشید. کامیاب و موفق و سربلند و با عزت
و همیشه زیر سایه رحمتی پروردگار باشید و خدا کند که همه ما و شما فرزندانی داشته باشیم که برای خود و برای مادران خود و برای اهل و خانواده و برادران و یعنی عمک و عمک بچه و خالا بچه و نزدیکان و پیوندان و برای وطن و کشور مفید و با رنگ آر و ناموس باشند. با این آرزوها این برنامه رو با پایان میرسونیم و تا برنامه های دیگر در پناه پروردگار باشید.